زنا یکی از بدترین و کلانترین گناه‌های در دین ما حسابیده می شود. غیر از دین اسلام در دین یهودیان و نصرانیان نیز گناهی کلان حسابیده می شود. خداوند ما را به زنا نزدیک شدن را منع کردند و این راه خیلی راه بدی هست که عاقبت انسان را به جهنم می برد. و این چنین خداوند متعال در قرآن عظیم الشان می فرماید که ولا تقربوا الزنا، یعنی که شما به زنا نزدیک نشوید. البته به این نگاه نکرده انسان برای نفس خود را اداره کردن نتوانستن باز به زنا هوس میکند. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم در چند حدیث ها گفتند که شخصی که زنا کرد و توبه نکرده از دنیا گذرد در آخرت حالش خیلی بد می شود. با این نگاه نکرده 5 خصلت زنا را پیامبرمان گفتند. البته این 5 تایش را ما بر شما خبر می دهیم. اما زنا گفته نه تنها زنای علاقه جنسی، بلکه زنای چشم، زنای گوش، زنای زبان را ما باید فراموش نکنیم. آن 5 زنایی که پیامبرمان تاکید کردند که به اینها نزدیک نشوید بر شما خبر می دهیم. یکم، زنای زنی که بر ما نکاح آنها حرام است، مثلا اپا و خواهر، مادر و خشتومند و زنی که شیر داده باشد. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث چنین گفتند: شخص با مرحمیله زنا کرده باشد به جنت داخل نمی شود. دوم، زنی که شوهرش به جنگ رفته باشد. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم گفتند: زنی که شوهرش به جنگ رفته باشد و او زن به شما مثل مادر است، پس حرمت و احترامش را به جا آورید چنانه که مادر خود را حرمت و احترام میکنید. سوم، زنایی که با همسایه می شود. صحابگان میگویند زنا از سوی خداوند و رسولش حرام کرده شد و تا قیامت حرام میماند، زیرا که عبدالله ابن مسعود از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند: گناهی را که بر من بگوید تا من آن را به خود قبول کنم و از آن گناه ها دور شوم. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم فرمودند: بزرگترین گناه در نزد خدا این شرک به خداوند آوردن است. دوم، این همان شخصی که با زن همسایه خود زنا میکند. چهارم، شخصانی که اولیدار هستند و باز به دست به زنا میزنند. البته تا کنون چنین شخصی را دیدیم، اولیدار هستند و باز ذوق زنا کردن و باز زنا کرده میگردند. پنجم، این زنای جوانهایی هست که حالا اولیدار نشدند. اگر شخص از این 5 زنا یک تایش را کرده باشد و توبه نصوح نکرده از دنیا گذشته باشد، وای بر حالش. البته خداوند رحمان و رحیم است، خداوند کریم است. ما زنا کردیم، اکنون خدا ما را نمی بخشد. این جمله ها را ما حق نداریم که گوییم که تو برادر زناکار بودی، خداوند تو را نمی بخشد. زیرا خداوند هر کسی را هدایت کرد، هیچ کس نمی تواند که او را گمراه کند، و هر کسی را که گمراه کرد هیچ کس نمی تواند که به او هدایت بخشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.